دوستان به چنل گیمسو خوش اومدید. ما امروز اومدیم که درباره گیم سولو لولینگ ویدیو بسازیم و بخوایم یه ویدیو آموزشی ضبط کنیم، آپلود کنیم برای دوستانی که تازه میخوان بازی رو شروع کنن یا تازه شروع کردن. به هر حال تو این ویدیو ما به چیزایی میپردازیم که یه بازیکن تازه کار باید بدونه تا بتونه در سریع ترین زمان ممکن، کمترین زمان ممکن پیشرفت خوبی کسب کنه، بیشترین پیشرفت رو داشته باشه. شما اولین چیزی که وقتی به گیم ورود میکنید میبینید همین لابی هستش که بخشای مختلف داره. اول همین اکتیویتی فاند هست که شما میتونید حالا یه مقدار XP دریافت کنید، یک مقدار سکه دریافت کنید، یه مقدار هم بتونید کریستال مانا جمع آوری کنید از این سطح پاییناش. بله خب شما تو گیم همه این کارا رو انجام میدی، کلی جوایز میگیری، کلی ایونت میزنی، هفتگی کلی چیز باید انجام بدی که بخوای پیشرفت بکنی و بتونی استوری رو بزنی. حالا استوری نورمال، هارد، اکسپرت، کل اینا رو شما باید انجام بدی که بتونی هم جوایزش رو دریافت کنی، هم بتونی دیگه داستان بازی، لذت بازی رو ببری. خب دیگه همینطوریه تا وقتی که استوری اصلی به پایان برسه و سازنده ها بخوان یه برنامه‌ریزی برای بازی اجرا کنن، یه برنامه‌ریزی داشته باشن که بتونن پلیرها رو جذب کنن دوباره و پلیرها موندگار باقی بمونن. خب اینجا جوایزش اگه بخوایم از نرمال شروع کنیم متغیره و میتونید حالا یه مقدار تیکت بنر کاستوم جمع آوری کنید، اسنس جمع آوری کنید، اسنس خب بله گلد اینا. اینجا هاردش هم مثل همون تقریبا، ولی میتونید تیکت کاستوم وپن دریافت کنید، بنر کاستوم وپن. خب که بتونید بنرها رو، حالا بنرها هم توضیح میدیم الان. بله شما اینجا بنرها هست، قسمت بنرها اصل کاری اینجاست. یه بنر داریم اینجا، بنر استاندارده که شما باید هر ماه یه کاراکتر میاد اینجا و اگه کاراکتر خیلی جالبی باشه شما باید حتما دریافتش بکنی. بعضی موقع و همیشه حالا یه کاراکتر دیگه هم میاد یه چند روز کمتر از خود بنر استاندارده، در کنار خود بنر استاندارد یک کاراکتر که قبلا اومده رو دوباره ریتاب میکنه و میتونی شما اونو دریافت بکنی، براش بنر بزنی، ولی ترجیحاً شما همین بنر استاندارد اصلی رو بزنید. خب کاری به این وری زیاد نداشته باشید. بنر بعدی هم بنر کاستومه که شما میتونی کاستوم کنی که چه تیمایی انتخاب کنی برای دریافت. و اگه الان من بخوام براتون بگم ما تابستان 2023 هستیم، شما مثلا برای هر تیمی میبینید که هر هانتر یه عنصری داره. خب عنصر باد داریم، بله اینا باد هستن. خب ویندن، لایت نور داریم، فایر مثلا آتیش و آب. خب آب دارک هم داریم. شما مثلا برای تیم لایت نور اگه بخوای چاهین استفاده بکنی، چون همیشه چند تا تیم ما داریم میشه ساخت. مثلا اگه شما دوست داشته باشی که از ماساندره استفاده بکنی باید شکارچی بعدتون لارا باشه و آکاری. خب شما میتونید این دوتا رو استفاده کنید. حالا اگه بخواید از چاهین استفاده کنید، بله از چاهین استفاده کنید، نیاز به آنتونی دارید، آنتونی و همین آکاری. خب تیم بعدی که شما بخوای ببری بالا، البته شما بستگی به خودتون داره. خب دوست داشته باشید کدوم تیمی ببری بالا، یعنی اگه بخواید آب ببری بالا یا نور ببری بالا، من ترجیح میدم شما بخواید دارک ببرید بالا، فایر ببرید بالا و ویند و آب. خب حالا
نور دیگه فکر کنم زمانش گذشته باشه، ولی شما اینا میتونی بیاری بالا. کلا بحثی به خودتون داره کدوم اول بیاری بالا و یعنی همه رو باید بیاری بالا. خب ما اینجا النا رو داریم برای تیم واتر. خب النا داریم، چاه آب داریم. خب بعدی هم بعد کجا رفت؟ آره مری رو داریم. خب این یه تیم خیلی خوب تشکیل میدن و خیلی جالب میشه. کلاسا هم بهتون توضیح میدم بهتون، چون اصل این همه کرکترها خب 3 تا هستن، یکی هیلره، یکی بافره، یکی هم استراکره. خب بعد به زیرشاخه‌های دیگه تبدیل میشن که حالا بهشون میپردازیم. شما باید بدونید که برای تیم دارک نیاز به سیان دارید. خب نیاز به لیبورا دارید و نیاز به بنر اصلی که الان نشونتون دادم، اگنس. خب بنر اصلی اگنس. تیم بعدی که بخوایم دربارش صحبت بکنیم تیم آتیش هست. خب همون ویند رو بگیم بهتر. شما به سگیموتو نیاز دارید در کنار سونجینا. در کنار سونجینا هم به لنارد نیاز دارید. شما این ستا رو داشته باشید تیم ویندتون تکمیل میشه. خب کلاس ها هم براتون توضیح میدم. اول حالا بشناسید کدوم کاراکترها باید باشن. خب اگه شما بخواید مثلا فایر بدید بالا، شما باید کریستوفر رید رو داشته باشید. خب حالا به هر حال بله کریستوفر داشته باشید، جینا داشته باشید. خب جینا داشته باشید و بندر ما قبل که لیژیکانگ بود و رفت، 1 ماه دیگه برمیگرد به بازی، ماه آینده. خب شما در نظر داشته باشید که این تیم رو بیارید بالا برای آتیش فایر. شما میتونید کاراکترهای دیگه هم داشته باشید ولی اصلا بریکر نگیرید. منظورم این هست، میبینید با این علامت مشخص هستن. بله اینا رو نداشته باشید دیگه، زمانشون گذشته، تموم شده. برای وپن خب شما 2 تا وپن باید داشته باشی برای خود کاراکتر سونگ جین وو. خب که حالا برای ویند این خنجره هست با این مونلیت. خب شما این تفنگر هم برای دارک باید داشته باشی با این حلقه کلید چی این. و دوباره اینجا کلا همینطوریه. خب میبینید این بازی هر چند سیزن یه بار کل وپناش پیش هم دیگه است. خب شما میتونید از اون همین بفهمید که باید چیکار کنید. نورم اگه خاصی بیاری بالا که توصیه نمی‌کنم زیاد چون وپنشون قدیمیه، اینا میتونید بیاری بالا. و اینو گفتم باف کردم، دقیقا نمیدونم راستش. حالا برای دارک شما میتونید از منشدام استفاده کنید، خیلی وپن محبوب خوبیه، باف زیادی میده بهتون، خیلی جالبه، شما میتونید استفاده کنید. در هر صورت اینم از بود، اینم از وپنا بود. خب حالا بریم اصل کاری. ببینید وپنا خب یعنی داشتم میگفتم. خب اینجا ما وپنا رو داریم که لولشون رو میتونید ارتقا بدید تا لول 120 و 130. حالا من زیاد چیزی ندارم ارتقا بدن، شما باید اینا رو داشته باشید. میبینید که چقدر دنگ و فنگ داره و به لول 120 ارتقا بدید. بعد کانس بگیرید، هر کانسی هم یه بافی میده، خیلی تاثیر وپن بیشتر میشه تو بازی شما اگه کانس داشته باشی 5 ستاره باشه. خب وپنام کلا فقیره، خودم همین کار کردم، کلا وپن زیاد میفروشم، نمیدونم چرا همچین کاری میکنم.